زوم کنی بوم بوم کنه قلبم. بسم الله الرحمن الرحیم. لبنان هستیم، مجمع امام خمینی در مجاورت محل دفن سید مقاومت سید حسن نصرالله. اینجا تا محل دفن سید 50 متر فاصله داریم. با حمایت مالی شما بزرگواران اقلامی خریداری شده و انشالله قرار است بین تشریف کنندگان توزیع بشه. آقای رئیس جمهور که دائم کاسه گدایی دستت گرفتی و دائم میگی ناترازی داری، پول نداری، مردم قناعت کنی، رفتید هزاران میلیارد دلار از ثروت مردم شریف ایران بدون اینکه راضی باشند برای مراسم حسن نصرالله خرج کردید. شماها مطمئنید که ایرانی هستید؟ شما 80 میلیون آدم رو اسیر گرفتید. کودکان سیستان و بلوچستان از کوچکترین امکانات دفاعی محروم هستند. فقر در جامعه داره بیداد میکنه. هزار ناترازی دارید. کلی هزینه کردید، پول دادید، عده زیادی رو جمع کردید که بگید مقاومت زنده است. زهی خیال باطل. شکست شما در سوریه، لبنان، غزه، یمن، عراق آشکار شده. اینو همه خوب میدونن و نیاز به توضیح نداره. چه قبول بکنید چه نکنید به پایان نزدیک شدید، چون 80 میلیون ایرانی دیگه شما رو نمیخوان و این یعنی پایان شما.